جهانی شما آماده نیست. جام جهانی 2026 فقط یه تورنمنت معمولی نیست. این جام پایان یه نسل کامله، نسلی که باش فوتبال زندگی کردیم، با گریه هاشون گریه کردیم و با خوشحالیشون از جامون پریدیم بالا. تیبو کورتوا، کوین دی بروینه آخرین رقصشون رو با بلژیک انجام میدن. کرواسی باید با لوکا مودریچ و ایوان پریشیچ خداحافظی کنه. انگلیس شاید آخرین جام جهانی هری کین رو ببینه. اما دردناکترین قسمت داستان اونجاست که میرسیم به 3 اسطوره‌ای که فوتبال یه نسل رو ساختن. نیمار، پسری که فوتبال رو شبیه خیابون بازی میکرد، آخرین جام جهانیشو با برزیل تجربه میکنه. لیونل مسی، مردی که برای خیلیا خود فوتبال بود، برای آخرین بار توی جام جهانی دیده میشه. و کریستیانو رونالدو، مردی که هیچ وقت تسلیم نشد، کنار طلایی ترین نسل تاریخ پرتغال آخرین فصل فوتبالیشو زندگی میکنه. و شاید وقتی سوت جام جهانی 2026 زده شه، یه تیکه از بچگی ما هم تموم بشه.